بکا بیرادزی خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روز 1 دکبر در نزد بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود. آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده میگفتند که مادر تو ژورنالیست را. به نقل خبرنگار پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لطوکوب و شکنجه کرد. مرا بیرحمانه زدند. به نزد یک مسافربر سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 نفر دیگر هم بود که لطوکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده میپرسیدند که شما انقلاب میکنید. میگفتند که شما همجنسگرا هستید. وکیل دفاعی بیرادزی گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند. در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم. تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 شب ادامه کرد. صبح 3 دکبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است.